тоҷикистон و هندوستان دو کشور به هم دوست بوده، آنها را مشترکات فرهنگی و تاریخی از دوران قدیم به هم می‌پیوندند. مناسبت تاجیک و هند از دوران دوری تاریخی سرچشمه گرفته است که این عامل از نیازمندی‌های فرهنگی این دو مردم گواهی می‌دهد. هندوستان هنوز 28 آگوست سال 1992 مناسبات دیپلماتیک خود را با تاجیکستان برقرار نموده تا به امروز با هم روابط مشترک دارند. تا امروز میان کشورها چندین قرارداد و سندهای همکاری در سمت‌های گوناگون دولتداری به امضا رسیده است که آن زمینه‌های همکاری را قوی می‌گرداند. در رابطه با همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و هندوستان صحبتی داریم با کاتب مشترک اوراسیای وزارت کارهای خارجه هندوستان جناب شامبهو کماران. خوب سلام جناب شامبهو، چون در بالا قید نمودیم مناسبت‌های دوجانبه هندوستان و تاجیکستان نه یک سال و 2 سال بلکه مدت‌های زیاد است که ادامه دارد. می‌خواستم صحبت را از تاریخ مناسبت‌های دو کشور آغاز نماییم. همکاری‌های بین دولتی در گذشته چگونه بود و حالا در کدام سطح قرار دارد؟ مناسبت‌های هندوستان با کشورهای آسیای مرکزی مخصوصاً تاجیکستان تاریخ دور و دراز دارد. در زمانهای گذشته چگونه که شما ابراز داشتید این دو کشور رابطه‌های زیچ داشتند که زمینه چنین همکاری‌ها در دوام عصرها ساخته شده است. مناسبت‌های امروزه این دو کشور نیز در زمینه مناسبت‌های گذشته اساس یافته است. این رشته‌ها خیلی هم تاریخ کهن دارد و تا رفت پرزور می‌گردد. در این برابر مدنیت خلق‌های ما هم به هم نزدیکی دارند. چنانه می‌دانیم فرهنگ هند برای خلق تاجیک آشنا است و همین است که همه سال شماره زیاد شهروندان تاجیکستان به هندوستان می‌آیند. مناسبت این دو کشور در گذشته خوب بود، امروز هم خوب است و اطمینان داریم که در آینده نیز خوب خواهد ماند. ما می‌خواهیم مناسبات بین دولتی را در آینده نیز قوی گردانیم. خوب مناسبت کنونی همکاری‌های دیپلماتی تاجیکستان و هندوستان از دید شما در کدام سطح است؟ مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و هندوستان خیلی همزیج و دوستانه است. چگونه که بالاتر قید نمودیم مناسبت‌های دو کشور تاریخی است و فرهنگ و تمدن ما را با هم می‌پیوندند. 10 سالهای آخر مناسبت‌های سیاسی دو کشور قوی گردیده است که ما با هم در چارچوب منطقه مبادله افکار نمودیم. مناسبت‌های تاجیکستان و هندوستان خیلی هم استوار است که آن به تقویت همکاری‌ها تأثیر مثبت گذاشته در پیشروی منطقه تأثیر خوب رسانید. در چارچوب سازمان ملل متحد و فورم‌های بسیار جانبه همکاری‌های بزرگ اقتصادی داریم که سمت‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. مسئله‌های توریسم، تجارت، سرمایه‌گذاری و جبهه‌های نوی همکاری در سفر سروزیر هندوستان به تاجیکستان بررسی گردید. آن سفر خیلی هم با موفقیت انجام یافته بود. هندوستان در سمت کشاورزی و استحصالات موفق بوده. امید است که آینده در این بخش‌ها همکاری‌ها به راه مانده شود. تصمیم داریم که اصولهای تشبس‌های اقتدار انتقال را به راه مانیم. متخصصان بخش‌های گوناگون تاجیکستان در اساس برنامه‌های مخصوص برای تکمیل اختصاص به هندوستان می‌آیند که این خیلی هم خوب است. ما می‌خواهیم در سمت آماده کردن متخصصان و کارکرد محصولات کشاورزی و افزایش اقتدار صادراتی و وارداتی همکاری‌ها را جان‌ناک سازیم. این بخش‌ها در اساس باوری ساخته شده خیلی هم قوی می‌باشند. این روند یکی از سمت‌های اساسی بوده برای پیشبرد آنها در آینده کوشش‌ها به خرج داده می‌شود. نه یک بار و دو بار است که هیئت‌های کاری دوجانبه از کشورهای یکدیگر دیدن می‌کنند و به نظر شما این سفرها به تقویت همکاری‌ها چی تأثیر رسانده می‌تواند؟ یکی از جبهه‌های اساسی مناسبت‌های ما این ارتباط سیاسی است. وقتی که جانب‌ها به کشور یکدیگر سفر می‌کنند، مسئله‌های مهمی بررسی می‌گردد. این سفرها در سطح عالی صورت می‌گیرد. محاکمه وضع منطقه، دریافت سمت‌های نوی همکاری
و گسترش رابطه هایی است که حالا ما سر این مسئله ها کار کرده ایستاده‌ایم. بیشتر سفرهای جانب ها همین موضوع ها را در بر میگیرند که هر یک مسئول را برای انجام دادن وظیفه خود موظف میگرداند که این کار را در بخش های گوناگون آسان میگرداند. میان دو کشور جهت همکاری ها قراردادهای زیادی در سمت معارف تندرستی و هم اقتصاد و تجارت به امضا رسانیده شده است. عین زمان وضع عملی این قراردادها در کدام سطح قرار دارد؟ چنانه که بالاتر قید گردید، ما در سمت کشاورزی سمینار خیلی هم مهمی داشتیم که در چارچوبه سفر سروزیر مملکت دایر گردیده بود. متخصصان بخش‌های گوناگون هندوستان، نمایندگان تشکیلات و مؤسسه ها همکاری‌های سمت‌های کشاورزی را محاکمه نمودند. خیلی هم خوشحالم که اطلاع مذکور را به سمع شما می‌رسانم. برنامه‌های پیلوتی در تاجیکستان عملی کرده می‌شوند. تصمیم است تا متخصصان ساحه کشاورزی تاجیکستان برای تجربه آموزی به هندوستان بیایند و از جریان کار معلومات بیشتر را پیدا کنند. این آموزش ها می تواند تأثیر مثبت خود را به رشد کشاورزی تاجیکستان رسانند. این یکی از مسئله ها بود و دیگر این که می خواهم یادداشت تفاهم درباره تأمین نمودن کامپیوتر به مکتب ها را تطبیق نماییم. تشکیل صنفخانه‌های کامپیوتری می‌تواند دانش اطلاعاتی و تکنولوژی نسل نورس را بالا بردارد. من بسیار مسئله‌های را آورده می‌توانم، ولی نقطه‌های ذکر گردیده قسمی از مهمترین سازشنامه‌هایی هستند که میان دو کشور بسته شده است. در آینده چگونه نقشه‌ها جهت همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان تاجیکستان و هندوستان طرح‌ریزی گردیدند؟ در سنه 14-15 ینور اجلاسیه یکجایه تاجیکستان و هندوستان تحت ریاست وزیران تجارتی هر دو جانب برگزار شده بود. در آن مسئله های اقتصاد و سودا محاکمه گردیدند. ما هدف وسیع نمودن جنبه های سودا را داریم. دشواری هایی که در این سمت پیش می آیند، آن را ما باید آموخته جنبه های اساسی اقتصاد را دیده برآییم. سازشنامه های ترانزیتی می تواند آسیای میانه و جنوب را به هم پیوسته سازد. ما می خواهیم که با تاجیکستان همکاری بیشتری داشته باشیم و چاره‌بینی های گوناگون را روی کار آوریم که آن به رشد سودای ما مساعدت کند. سودا و سرمایه گذاری در یکجایگی عملی می گردد. با همین خاطر شرکت ها را برای سرمایه گذاری در سمت های کندنی های فایده‌ناک و انرژتیک جلب می نماییم. این به تجارت دو جانبه تأثیر مثبت می رساند. به نظر من حال پیشروی های زیادی به نظر می رسد. این بازگوی آن است که مناسبت تجارتی هندوستان با تاجیکستان در حال خوب قرار دارد. دیگر سمتی که ما می توانیم همکاری ها را براه مانیم این ساحه نساجی و فارماسیوتی، کارکرد موادهای خوراکه و کشاورزی می باشد. این همان سمت هایی است که کمیسیه مشترک سر آن کار می کند. در این زمینه مسئولان از هر دو جانب هم بررسی موضوعات را دارند. این امکان می‌دهد که مردم هر دو کشور هم به مشکلی به سرزمین یکدیگر رفت و آ کنند. ما باید همکاری‌های خود را قوی‌تر گردانیده راه‌های بهتر نمودن سودا را بازیافت کنیم. این برای پیشبرد همکاری‌های تجارتی دو جانبه کمک می‌رساند. خوب، تاجیکستانیان سالهای زیاد است که مردم هند را تاریخ کینوفیلم‌هایش به خوبی میشناسند. چون معلوم است در بالیوود همه ساله فیلم‌های زیادی استحصال می‌گردند که در جهان بیننده‌های زیادی خود را نیز دارند. می‌گفتند که بابت سینمای تاجیکستان و هندوستان چگونه همکاری‌ها را راه‌اندازی کردن امکان پذیر است. This is a very interesting area for our cooperation. We would like to این یکی از سمت‌های جالب همکاری‌های هندوستان با تاجیکستان است. ما می‌خواهیم که در برابر همکاری‌های دو جانبه سینما در سمت برنامه‌های تلویزیونی نیز مناسبت‌های قوی داشته باشیم. برنامه‌های خوب تلویزیونی دو کشور در تلویزیون‌های یکدیگر نمایش داده شود تا مردم هر دو جانب هم طریق برنامه‌ها از سرزمین یکدیگر آشنایی پیدا کنند. این می‌تواند یکی از سمت‌های همکاری‌های ما گردد. اگر در مورد سینما حرف زنیم، یک چند نمود همکاری‌ها موجود است.
بخش تکنیکی سینمای تاجیکستان می تواند به هندوستان آمده تجربه آموزند. اینچنین برای سینمای هند امکان می دهیم که در تاجیکستان که دارای منظره های زیبایی هست فیلم های استحصالی آماده نمایند. امیدوارم که در این بخش نیز به دستاوردهای زیاده نایل گردیم. خب کدام سمت‌های هستند که در آینده نزدیک همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و هندوستان را استوارتر می‌گرداند؟ I think there is a degree of focus on the trade and economic relationship. از نگاه من همکاری‌های ما جهت اقتصاد و سودا بیشتر نگرانیده شده است. باید مناسبت‌های اقتصادی را باز هم قوی‌تر گردانیم. دوم جهت پیشبرد اقتدار ذخیره‌های کدری است که بسیار پتانسیلی کلان دارد. چگونه که قید گردید آموزش کارمندان گوناگون کشاورزی و اینچنین سینما ضروری ارزیابی می‌گردد. این بخش‌ها نتیجه های خوبی را به بار می آورد. به تمام مردم تاجیک موفقیت های بی‌نظیر و آسایشتگی زندگی را آرزومندم. می خواهم مردم تاجیک مخصوصاً جوانان و دانشجویان به هندوستان بیایند و از منطقه های گوناگون کشور ما دیدن کنند. ما با محبت خاصه آنها را استقبال می گیریم. می خواهم توسط شبکه شما محبت گرم دوستی خود را از هندوستان به خلق تاجیک رسانم. تشکر برای صحبت. بینندگان گرامی آدرس میشیم که صحبت داشتیم با کاتب مشترک اوراسیای وزارت کارهای خارجه هندوستان جناب شامبهو کوماران بابت همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و هندوستان. با پخش خبرهای مهم داخل و خارج کشور بخش‌های تحلیلی و مباحثوی تلویزیون جهان نما برنامه خود را ادامه می‌دهد. در همه گوشه و کنار عالم تماشای برنامه‌های ما امکان پذیر است. پس همیشه پیگیر ما باشید.